باشه باور کردم. من دارم میخوابم. ایلول چیزی هم گفت؟ نه نگفت. شاید اون نیست. خودش بود جمره. دیگه کی میخواد باشه؟ اگه بیاد خوابگاه چی کار کنی؟ چی داری میگی؟ چطوری میتونه بیاد تو خوابگاه؟ نگران نباش، ما هستیم. بیداره. خیلی خوب، بعدن حرف میزنیم. بخوابیم. من دوستت دارم دختر. من عاشقتم. تو هم باید دوستم داشته باشی. دخترم آدم تا این وقت شب کار میکنه. خاله هدیه جون نگو که تقصیر خودمه. وقتی صبح دیر بیای کارم تا این موقع طول میکشه. شب بخیر. شب تو هم بخیر. ایلول این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ میترسم. از چی؟ هیچی، همینجوری. دخترها همه خوابیدن. تو اتاق احساس خفگی میکردم. برای همین اومدم تو حیاط، ولی اینجا هم خیلی امن نیست. این چه حرفیه؟ ببین رستم خان دم دره. دوست داری امشب بیای پیش من بمونی؟ واقعا؟ آره، دوتایی با هم فیلم میبینیم. ممنونم. پاشو بریم. خونه من همین نزدیکی است. نمیخواد بری تو اتاق بچه ها رو بیدار کنی. به خاله هدیه میگم کافیه. بیا بریم. مادرتون چطوره؟ اصلا خوب نیست. بده. از وقتی تو رفتی از رخت خواب بیرون نمیاد. دپرس شده و مدام گریه میکنه. میره تو اینترنت میگرده ببینه دوست دخترت کیه. هولیا هم از خونه رفته. دیگه تو خونه خبری از غذا هم نیست. یعنی بابا جون همونطور که میدونی هممون در به در شدیم. من فردا زنگ میزنم به شرکت تا یکی رو دوباره بفرستن. موزل غذاتون حل میشه. بابا مامان چی میشه؟ به خاطر اون خونه نمیای مگه نه؟ تنها مقصر جداییمون مادرت نیست دافنه جون. پس کیه؟ تویی؟ ببخشید دوست دختر جدیدت؟ آره. کدومتون؟ وقتی شب دارم میخوابم از کدومتون باید متنفر باشم؟ دافنه ساکت باش، بذار بابا صحبت کنه. خیلی خوب ساکت میشم. تعریف کن بابا. خیلی وقت بود که میخواستم از مادرتون جدا بشم. صبر کردم تا بزرگتر بشین. میخواستم وقتی میرین دانشگاه منم یه زندگی تازه رو شروع کنم، ولی اتفاقی افتاد که فکرشو نمیکردم. عاشق شدم.
دافنه، پسرم تو درکم میکنی مگه نه؟ شاید اگه بشناسینش ازش خوشتون بیاد. برو تو. خوش اومدی. گرسنه ای؟ میخوای چیزی برات درست کنم؟ نه شام خوردم. خب پس برو بشین. ببین کنترلم هست، میتونی تلویزیون نگاه کنی. راحت باش، منم میرم چای میذارم. کمک کنم فریده خانم. تو مهمونی؟ فکر کنم کیک هم داشته باشیم. دوست داری برات بیارم؟ چی شده؟ این وقت شب کجا میری؟ به خدا من مثل نریمان خانم نیستم، حساب تو میرسم. صبر کن خاله هدیه. ایلول تو اتاق نبود، تو دستشویی هم نگاه کردم نبود. نگران شدم، گفتم شاید اومده تو حیاط، خواستم یه نگاهی بندازم. اون امشب پیش فرید خانم میمونه. جدی؟ برای چی بدون اینکه به ما بگه رفت؟ که ما اینجوری نگرانش بشیم؟ چرا؟ مگه مریضه؟ یه کمی سرما خورده، چیز مهمی نیست. خب دیگه من برم. میام چکتون میکنم، حواستون باشه، فهمیدی؟ خیلی خب، باشه. یعنی کی میتونه باشه؟ ببین کسی همچین خوبی نمیکنه. میخوام بستنی مهمونت کنم، اونم تو بهترین بستنی فروشی استانبول. ممنون، خیلی دوست دارم بیام ولی مهمون دارم. ایلو چه خبر؟ آقا معلم خوبه. خب همه با هم بریم بستنی بخوریم. شما بریم، من میخوام آخر فیلمو ببینم. نه بابا مگه میشه؟ آره چرا نمیشه، ولی یه دونه هم بر من بخری. باشه. چه طعمی دوست داری؟ توت فرنگی و لیمو. توت فرنگی و لیمو. خب جایی که میرین نزدیکه؟ با موتور نیم ساعته میریم و میایم. نمیخوام ایلول تو خونه تنها بمونه، یه شب دیگه بریم. فریده خانم برید، اگه نرین ناراحت میشم. باشه برم کیفمو بردارم. عزیزم من کلید یدکی دارم، تو هم در قفل کن، کلیدو بذار پیش خودتو بخواب. فکر کن خونه خودت، راحت باش. ما هم نیم ساعته میریم برمیگردیم. باشه. خداحافظ.